روز بخیر بیننده عزیز آزادی، ساعت در دوشنبه 11 است و برنامه نویدی بامدادی است تقدیم شما. من مولا رجب یوسفی تا 10 دقیقه دیگر شما را با تازه ترین خبرهای تاجیکستان و جهان آشنا می کنم. نخست نگاه می کنیم به سرخط خبرهای امروز 17 ایون. ملاقات ولادیمیر پوتین و جو بایدن در ژنو. پاسخ وزیر نقلیات به سؤال مهاجران درباره سفر با قطار. و مقامات در تحقیق قتل یک عائله در قمسنگیر در مانده‌اند. جو بایدن پرزیدنت ایالات متحده آمریکا در نشست مطبوعاتی خود گفت که با پوتین موضوع افغانستان، اوکراین، بلاروس و حقوق بشر را بحث کرده است. ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه و جو بایدن پرزیدنت آمریکا روز 16 ایون زیاد از 3 ساعت صحبت کردند، ولی جانب‌ها در علاهیدگی نشست مطبوعاتی برگزار نمودند. من و پرزیدنت پوتین مسئولیت بزرگ داریم. ما اختلافات داریم، اما ما باید مناسبت استوار داشته باشیم، تاکید کرد او. با وجود این، به گفته بایدن، او درباره الکسی ناوالنی و شهروندان آمریکا که در زندان‌های روسیه هستند صحبت کرده اظهار داشته است که از حق آنها حمایت می‌کند. ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه در نشست مطبوعاتی خود که پیش از نشست بایدن برگزار شد گفت که در این ملاقات مسئله کار سفیران دو کشور در واشنگتن و مسکو حل شده است. در شهر ژنو شویتزار دو پرزیدنت بیش از 3 ساعت صحبت کردند که 2 ساعت آن صحبت روبرو بود. دو کشور با هم تنش‌های دیپلماتی داشتند و سفیران خود را بازپس خوانده بودند. پوتین گفت این مسئله حل شد. پس از حادثه زهرآلودسازی الکسی ناوالنی مخالف حکومت روسیه و آشکار شدن حالت‌های دست داشتن روسیه در ترکش انبار سلاح در چخیا آمریکا نسبت به روسیه تحریم اعلام کرد. روز پنجشنبه 18 ایون رای دهندگان ایرانی وارث پرزیدنت این کشور حسن روحانی را انتخاب می‌کنند. در این معرکه مشکلات اقتصادی، تحریم آمریکا، تورم، حکومتداری ناموفق منصبداران دولتی، بالاروی نرخ‌ها و مقاومت به بیماری کووید 19 در سرخط معرکه انتخاباتی قرار داشت. در این باره شهلای گلخواجه گزارش می‌دهد. در عرفه انتخابات پرزیدنتی 18 ایون، وضع ناگوار اقتصادی ایران را میتوان از لحن ناامید طلبنده های سرشمار و مردم بیخانه و در تهران مشاهده کرد. مثلا کسی که میاد نوازندگی خیابون میکنه، یا مثلا میبینیم مشکل مالی خیلی شدیدی داره، یا اینکه توانایی کار نداره. در مقایسه با 1 سال پیش نرخ مواد نیازی اولیه 47% بالا رفته، بسیاری ها قدرت خریداری آن را از دست دادند. خیلی وحشتناک شده. یعنی ما روزایی داریم که از 100% مشتریای ما کاهش پیدا کردن 20% و اون 20% 10% دنبال میوه‌های ضایعاتی میان، حتی میوه‌ای که اصلا قابل مصرف نیست. مشاهده کنید اصلا خیلی افتضاح. در کوچه ها اعلان درباره خرید و فروش اعضای بدن انسان هم به چشم می‌خورد. نفر گروه خون و رقم تلفنش را نوشته اعلان کرده است که حاضر است یک گرده‌اش را فروشد. به پول خیلی بیشتر از اینا نیاز دارم، به خاطر اینکه مریضی مادرم سرطانه، نمیرسم. الان هر راهی که میزنم نه کسی بهم پول قرض میده، باز با یک کلی هم میشه زندگی کرد. اگه به من باشه من جفتشم میفروشم، خانوادم در آسایش باشم. خسته شدیم انقدر رفتیم تو بیمارستان اومدیم هست. بیشتری ها ناکامی حکومت زیر رهبری پرزیدنت حسن روحانی به ویژه ناعهده‌برایی دولت در مبارزه با سرکشی از سپردن انداز، خصوصی گردانی شبهه برانگیز مؤسسه های دولتی، معاش های پرداخت نشده، بیکاری و فشار بین المللی را سببگار این وضع می شمارند. در این روزها کم نفر پیدا می شود که به تغییر وضع بعد انتخابات باور دارد. بیننده عزیز، همه روزه بسیاری از شما به ما می نویسید که کی سفر طریق قطار یا پایزد به روسیه اجازت می شود. ما این سوال را از عظیم ابراهیم وزیر نقلیات تاجیکستان پرسیدیم و پاسخ وزیر چنین بود. نشست مطبوعاتی قبلی گفته بودم، بازم تکرار میکنم که جانب تاجیکستان قطارها را آماده کرده است. ما آماده هستیم که هر وقتی که موافقه به دست آمد قطارها را به راه براریم. این زمان گفت و شنیدها رفته است.
قطارها یا پویست‌های تاجیکستان از ماه مارس سال 2020 به این طرف به خارج مسافر نمی‌کشانند. در گذشته در برابر هواپیما این نقلیات الترناتیوی برای مهاجران به شمار می‌رفت که با قیمت ارزانتر خود را به روسیه می‌رساندند. مقامات میگویند چند نفری مورد شبهه را در رابطه با قتل 4 عضو یک خانواده در ناحیه جیهون یا قمسنگیر پیشین بازپرسی کردند، ولی هنوز گمانبر یا گمانبران اساسی را پیدا نکردند. پرونده قتل پدر 39 ساله با 3 فرزندش و مجروح کردن همسر و پسر او را بر اساس ماده 104 کدکس جنایی یعنی کشتار یک یا یک نفر با بیرحمی مخصوص تحقیق میکنند. شب 12 ایون جسد اهل‌دین محمدوف ساکن 39 ساله ناحیه جیهون را با 3 فرزندش با ضربه‌های ظاهراً داس و تبر پیدا کردند و لطافت عزیز و همسر او را با پسرش با جراحت‌های وزنین به بیمارخانه انتقال دادند. این حادثه در شبکه‌های اجتماعی و در میان مردم سر و صدا به بار آورده است و ساکنان کارمندان میلیسا را برای پیدا نکردن جنایتکار یا جنایتکاران تنقید می‌کنند. یک مقام در وزارت کارهای داخلی تاجیکستان روز 16 ایون در صحبت با رادیوی آزادی گفت تاکنون بیش از 10 نفری که مقامات به آنها شبهه پیدا کردند بازپرسی شدند. همصحبت رادیوی آزادی در این نهاد گفت که رمضان رحیمزاده وزیر کارهای داخلی تاجیکستان از کار گروه تفتیشاتی تنقید کرده سفارش زودتر پیدا کردن قاتلان را داده است. وزارت کارهای داخلی هنوز رسما درباره حادثه خبر نداده است، ولی به گفته همصحبت رادیوی آزادی حالا یک گروه ویژه به تحقیق حادثه سفربر شده است. حادثه روز 12 ایون در دهه ترغاکی ناحیه جیهون رخ داد و هنوز سبب کشتار معلوم نیست. پیوندان کشته شده ها میگویند به خاطر خلل نرساندن به تفتیشات به آنها گفتند که از صحبت با مطبوعات خودداری کنند. وزیر انرژی و صنعت قرقیزستان داستگول بکمرزویف در صحبت با روزنامه‌نگاران پیشنهاد فروش آب به همسایه کشورها را شرح داد. بکمرزویف روز 16 ایون در جریان سفر کاری یا خود پرستور به نیروگاه‌های تاکتاکول و قنبرآتا گفت که قرقیزستان با قزاقستان و ازبکستان در مورد تبادل نیروی برق به سازش رسیدند. ما از 1 ایون تا 1 سپتامبر برق را برمیگردانیم. طبیعی است که در این دوره استحصال نیروی برق و پرتافتن آب افزایش می‌یابد. بنابراین خواهش می‌کنیم از عیب‌دارکنی‌ها در فروش آب خودداری کنید. انرژتیک‌ها هیچگاه آب را نفروختند و نخواهند فروخت، اظهار داشته از وزیر انرژی قرقیزستان. او در پاسخ به سوال روزنامه‌نگاران که آیا در زمستان آینده انتقال نیروی برق به ساکنان این کشور محدود می‌شود یا نه گفت که خدا خواهد نمی‌شود. سلام، اگر خط و خبر می‌خواهید ما داریم. نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش‌ها و تحلیل‌ها. چی می‌گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. ضمیمه یا اپ ما را بگیرید. بخش یک روز تاریخ را همکارمان خرامان بقازاده تقدیمتان می‌کند که مهمترین تحولات تاریخی در روز 17 ایون را فرا می‌گیرد. 17 ایون سال 2009 سابق وزیر امور داخلی تاجیکستان محمد نظر صالحов به قول همسر و پسرش در خانه‌اش کشته شد. مقامات آن را خودکشی نامیدند. دادستانی کل صالحов را که یک متفق دراز مدت پرزیدنت تاجیکستان به حساب می‌رفت در سوء استفاده از مقام و دیگر جنایت‌ها گمانبر می‌دانست. تا حال سال‌های زیادی این قضیه برای جامعه به جواب می‌ماند. 17 ایون سال 2019 اتحاد اروپا استراتژی نو برای آسیای مرکزی را قبول کرد. استراتژی نو تقویت همکاری‌ها در بخش سیاسی و حقوق بشر، کمک در رشد اقتصادی و جلب سرمایه‌ها، مستقلیت دادگاهی و تقویت اقتصاد بازرگانی را در نظر می‌گیرد. 17 ایون سال 2010 فعالان مدنی از افزایش کودکان کارگر در تاجیکستان خبر دادند. به حساب آنها در تاجیکستان که بیش از نصف اهالیش کودک می باشد، هر نورسی هفتم مجبور است در تامین روزگاری عائله‌اش سهم بگیرد. بانک ملی تاجیکستان ارزش سامانه را نسبت به اسعار خارجی برای امروز 17 ایون چنین اعلان کرده است:
بیننده عزیز، برنامه نوید بامدادی بود با آخرین خبرهای تاجیکستان و جهان. خبر و گزارش‌های از این بیشتر را در وبسایت رادیوی آزادی با نشان www.azadi.org و صفحه‌های ما در شبکه‌های اجتماعی پیدا کنید. تشکر که تا آخر برنامه با ما بودید و خدا نگهدار.